روی بوم زندگیت یا نقاشی دلخواه خودتو بکش، یا اینکه بومتو بیار بده به من تا نقاشی دلخواه خودمو بکشم. یعنی چی؟ یعنی تا وقتی که شما واسه زندگیت هیچ هدفی مشخص نکنی و هیچ آرزویی نداشته باشی و براش تلاش نکنی، زندگی تو دستخوش اهداف و آرزوهای دیگه میشه. روی بوم نقاشیت بقیه نقاشی میکشن، مثل قایقی که روی دریا بدون حرکت ایستاده. تا وقتی تو ساحلی رو انتخاب نکنی، این امواج دریاست که تو رو جابجا میکنه. ولی وقتی مشخص کردی میخوای کجا بری، دوتا پارو رو بر میداری، پارو میزنی تا به هدفت برسی. حالا تصمیم داری رو بوم زندگی چه نقاشی بکشی؟